آقا ارادت خیلی مخلصم. دوباره آوردمتون به شهر آباد، این شهری که خودم زندگی میکنم، تا هم بریم بگردیم همین موتور رو با هم تست راید کنیم. یکی از طرح‌های Z1000 یعنی هایپرو که امروز بریم ببینیم ارزش خرید داره نداره، 0 تا 100 چقدر، تاپ اسپیدش چقدر. خلاصه کلا میگم یه تست راید خوب ازش داشته باشیم. قبل از اینکه بریم سراغ خود ویدیو، حتما این ویدیو رو لایک کنید، همه این نظراتتون رو کامنت کنید برام و حتما چنلم سابسکرایب داشته باشید، اون زنگوله بغلش هم بزنید چون همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست. خب بریم اول یه جا وایسیم قیافه موتور رو با هم ببینیم. خب آقا در نگاه اول که خیلی حس می‌کنی Z1000، ولی وقتی بهش دقت می‌کنی یا یه دورش میزنی، اول می‌بینی این قسمت 2 تا خروجی اگزوز داره که می‌فهمی این موتور 2 سیلندره و یه های کپی از Z1000. کیفیت متریالش هم وقتی نگاه می‌کنی خیلی چنگی به دل نمیزنه، کیفیت مونتاژ خوب نیست و در کل دیگه بالاخره یه های کپیه از Z1000 و وقتی روشنش میکنی نباید انتظار صدای Z1000 داشته باشه. صداش تقریبا بد نیست به نسبت موتورهای دیگه، به خاطر اینکه پیستونا با هم حرکت میکنه عین بنری و باعث میشه تقریبا یه نیمچه صدای خوبی داشته باشه. و وقتی میای پشت این موتور 2 سیلندر میشینی، به خاطر یه سری شرایطا که انجین داره که جلوتر میگم، منو یاد 2 تا چیز میندازه. یکی اول آردی که هیچ وقت پژو نشد با موتور پیکان، و یکی هوندا تنبل که هوندا تو اینا بود که موتور پلیس هم بود 2 سیلندر 250 دقیقاً منو یاد اون میندازه. یه موتور لشه که وقتی گاز میدید خیلی موتور گاز نمیخوره واقعا برای 250 سی سی و 2 سیلندر بودنش خیلی موتور ضعیفی. البته این موتور تراکم 9.3 به 1 داره و در کل میتونه حدود 16-17 اسب بخار توی آر پی ام 8500 و 16 نیوتن متر گشت آور بده که خیلی برای یه موتور 250 سی 2 سیلندر کمه. وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا بنلی، بلنتا جفتشون 2 سیلندرن، تو مایه‌های همین موتورن و اونا 31-2 اسب قدرت میدن، یعنی یه چیزی حدود 2 برابر این موتور. و این موتور واقعا یه موتور لشه که میشه گفت قیافه خوبی داره، به نسبت صدای خوبی داره که البته در مورد قیافش من کلا خیلی با موتورهای های کپی حال نمی‌کنم. یعنی دوست دارم موتوری که سوار میشم یه اصالت برای خودش داشته باشه، حداقل اگه کپی هم باشه، اگه این دنده جا بره، اگه کپی هم باشه دیگه های کپی نباشه. البته باز این سلیقه‌ایه، شاید شما قیافش رو شبیه Z1000 حال کنید که میگم این سلیقه‌ایه دیگه. خب این موتور رو شرکت ثاقب خودرو توی ایران وارد کرده، هایپرو رو. البته چند تا طرح Z1000 دیگه هم داریم که یکیش هانیه که شرکت هانی موتور وارد کرده و اون تنها تفاوتی که با این موتور میکنه ترمزهای ABS داره و یه مدل هم بلنتا Z1 داریم که اون کلا فرق میکنه، آب خنکه که اونو بعد بررسی میکنیم اگه شد. و این موتور دیگه میدونید دیگه چینیه و چینی ها کارشون کپیه. شرکت جیاوجیو اگه اشتباه نکنم اسمشون سخته، این موتور رو میزنه. البته این موتور انجین زونگشنو داره که درباره انجینش بخوام بگم یه انجین 4 زمانه 4 سوپاپه که هواخنک هم هست و این هواخنک بودنش میتونه دردسر ساز بشه. البته رادیاتور روغن داره، سایز رادیاتورش هم خیلی کوچیکه. اصلا بخوام یه نکته بگم که تو خرید موتور کمکتون کنه، موتورایی که هواخنک و انژکتورن در کل خیلی جواب نمیدن، به خاطر اینکه موتورایی که آب خنکن سنسور دمای آب میاد یه دمای دقیق به ECU میده و میگه آقا دمای حرارت انجین اینقدر سوخت بپاش، که خیلی کمک میکنه توی راندمان کاری موتور، عمر موتور، حتی اسب بخار موتور، یعنی خیلی اینا کمک میکنه. ولی موتورایی که هوا خنکن این اتفاق نمیفته و شکل انجین هم میتونید ببینید پره‌ایه، به قولی مثل انجین هوندا میمونه، به خاطر اینکه هوا بیاد لای اون پرها و انجین رو خنک کنه. ولی این موتور رادیاتور روغن هم داره که فقط در